در یک شب طوفانی، آرمان که در جاده‌ای دور افتاده رانندگی می‌کرد، به دلیل کمبود سوخت مجبور شد در اولین توقفگاهی که پیدا می‌کند بماند. کمی بعد، تابلوی نورانی و لرزان یک متل قدیمی را دید. متل سایه‌ها. به محض ورود، مردی پیر با چشمانی نافذ کلید اتاقی را به او داد و با صدایی گرفته گفت: شب زود به خواب غیره و در رو قفل کن. آرمان نگاهی به اطراف انداخت. متل متروکه به نظر می رسید، با راهروهای تاریک و سکوتی وهم‌آور، اما خسته تر از آن بود که فکر کند. پس به اتاقش رفت و در را قفل کرد. نیمه شب با صدایی از خواب پرید. ضربه‌های آرام به در می‌خورد. از چشمی در نگاه کرد، اما کسی آنجا نبود. با اضطراب برگشت و دوباره صدایی شنید، این بار از داخل کمد. نفسش بند آمد. آرام در کمد را باز کرد، اما چیزی ندید غیر تا اینکه متوجه شد روی آینه داخل کمد با خطی لرزان نوشته شده بود: اون مرد دروغ میگه، غیر اینجا هیچ قفلی امن نیست. ناگهان صدای خشخش از زیر تختش بلند شد. غیره. آرمان فلج شده بود از ترس. به آرامی سرش را پایین برد تا زیر تخت را ببیند غیره و چیزی که دید قلبش را از تپش انداخت. خودش آنجا بود، اما این او چشمانی سیاه و پوستی سرد داشت. غیره و آرام زمزمه کرد: تو نباید اینجا باشی غیره. فریاد کشید، اما صدایش در فضای سرد اتاق گم شد. غیره و سپس تاریکی همه جا را گرفت. صبح روز بعد پیرمرد متل را جارو می‌کرد. کلید اتاقی را که آرمان در آن مانده بود از زمین برداشت و زیر لب گفت: یکی دیگه هم رفت. غیره مثل بقیه. اتاق دوباره آماده شد. منتظر مسافر بعدی. غیره آرمان نفسش بند آمده بود. موجودی که درست شبیه خودش بود. زیر تخت زمزمه کرد: تو نباید اینجا باشی غیره. ناگهان احساس کرد اتاق شروع به سرد شدن کرد. چراغ‌ها سوسو زدند و در یک لحظه خاموش شدند. تاریکی مطلق همه جا را فرا گرفت. قلبش دیوانه‌وار می‌تپید، اما نمی‌توانست تکان بخورد. نس‌های سنگین موجود زیر تخت را حس می‌کرد. در یک لحظه صدای کشیده شدن چیزی روی زمین آمد. غیره و بعد احساس کرد چیزی پشت سرش ایستاده. آرام آرام برگشت. غیره، اما هیچ کس آنجا نبود. فقط آینه کمد که در تاریکی تصویر مات او را نشان می‌داد. اما غیر تصویرش لبخند می‌زد. آرمان جیغ کشید و عقب پرید. در آن لحظه تصویر داخل آینه دستش را بالا برد و با صدای خشدار گفت: کلید رو بگیر غیره و برو. روی میز کنار تخت کلیدی قدیمی ظاهر شده بود. بدون معطلی آن را برداشت و به صنعت در دوید، اما هر چقدر دستگیره را چرخاند در باز نمیشد. صدایی در گوشش زمزمه کرد: تو هنوز یکی از ما نشدی غیره. ناگهان اتاق شروع به تغییر کرد. دیوارها ترک برداشتند، کاغذ دیواری ها پوسیدند و بوی مرگ در فضا پیچید. انگار زمان به عقب برگشته بود. صدای جیغ‌های خفه از دیوارها به گوش می رسید. انگار روح کسانی که قبل از او اینجا بودند هنوز در بند بودند. آرمان با وحشت به سمت پنجره رفت، اما چیزی که دید خون را در رگ‌هایش منجمد کرد. بیرون متل به جای جاده و ماشینش ابرستانی بود که تا بی نهایت ادامه داشت. غیره و روی یکی از سنگ‌قبرها نام خودش را دید. ناگهان دستی استخوانی از آینه بیرون آمد و بازویش را چنگ زد. فریاد زد و تقلا کرد، اما نیروی غیر قابل مهار او را به داخل آینه کشید. در آخرین لحظه قبل از اینکه ناپدید شود تصویرش در آینه فریاد زد: مسافر بعدی غیر تویی. صبح روز بعد پیرمرد متل در سکوت راهرو را جارو می‌کرد. کلید را از زمین برداشت، در اتاق را بست و زیر لب گفت: یکی دیگه هم رفت غیره مثل بقیه. و اتاق دوباره آماده شد. غیره منتظر مسافر بعدی. آرمان در تاریکی فرو رفت غیره، اما احساس نکرد که مرده است. چشمانش را باز کرد و خودش را در راهروی طولانی و بی‌انتها دید. دیوارها پوشیده از آینه‌های غبار گرفته بودند و نور شومی که از جایی نامعلوم میتابید انعکاسش را هزاران بار در آنها تکرار میکرد. او هنوز نفس میکشید، اما چیزی تغییر کرده بود. غیره به سمت یکی از آینه‌ها رفت. تصویرش همونجا بود، اما کمی محو و عجیب به نظر می رسید. چیزی در چشمهایش فرق داشت. درست زمانی که دستش را برای لمس شیشه دراز کرد، تصویرش ناگهان حرکت کرد، اما نه مثل خودش، بلکه مستقل از او. تصویر در آینه سرش را کج کرد و با لبخندی شبم گفت: حالا دیگه یکی از مایی. ناگهان زمین زیر پایش لرزید. آینه ها ترک برداشتند و از درون آنها چهره‌های رنگ پریده و نگران بیرون آمدند. ده‌ها نفر غیر صدها نفر، همه با چشمانی بیروح و دهانی باز، انگار که سعی داشتند چیزی بگویند، اما صداهایشان در سکوتی مخوف خفه میشد. من کج‌ایم. آرمان فریاد زد، اما تنها پژواک خودش را شنید. در همان لحظه یکی از آینه‌ها ترک بزرگی برداشت و درون آن تصویر پیرمرد متل ظاهر شد، اما این بار چهره‌اش تغییر کرده بود.
پوستش خاکستری و چروکیده شده بود، چشمانش همچون حفره‌های سیاه بودند. او لبخند زد و گفت: متاسفم پسر، اما تو هم بخشی از اینجا شدی، مثل بقیه غیره. سپس با نگاهی سرد ادامه داد: هر کس که وارد این متل می شود باید جای خودش را به دیگری بدهد. تو حالا نگهبان بعدی هستی و تنها راه آزادیات این است که یک نفر دیگر را به اینجا بکشی. و آرمان از ترس عقب رفت، اما سایه‌ای از پشت سرش بیرون آمد و او را در میان آینه ها محصور کرد. آینه ها شروع به شکستن کردند و در همان لحظه بدنش دردی وحشتناک را حس کرد. تاریکی او را در خود بلعید. غیر متل سایه ها همچنان در همان نقطه متروک ایستاده بود. باران میبارید و جاده خلوت در سکوتی وهم‌آور فرو رفته بود. ماشینی از دور نزدیک شد و با چراغ‌های کم نور جلوی متل ایستاد. راننده، مردی جوان به نام سامان، خسته و درمانده از ماشین پیاده شد. او که سوختش رو به پایان بود، تصمیم گرفت تا طلوع صبح همانجا بماند. با تردید وارد لابی شد. پیرمردی پشت میز پذیرش نشسته بود، اما این بار چهرش آشنا بود، غیر خیلی آشنا. آرمان، حالا در لباس یک پیرمرد، کلید اتاق را روی پیشخوان گذاشت و با صدایی گرفته و سرد گفت: شب زود بخواب غیره و در را قفل کن. سامان لبخندی زد، کلید را گرفت و بی خبر از سرنوشت شومی که در انتظارش بود به سمت اتاقش رفت.